دوستای خدا هم یک مقاله دارن میگن می بخور مصحف بسوز و آتش اندر کعبه زن، ساکنی بتخانه باش و مردم آزاری مکن. 100 مسجد و 100 مدرسه آباد کنی، 100 بنده به زر خریده آزاد کنی، 100 روز روزه گیری و شب به نماز، زان به نبود که یک دل شاد کنی. یک دل شاد کردن خیلی ثواب بزرگ داره. عزیزای خدا میگن دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیل آزر است، دل نظرگاهی جلیل اکبر است. یعنی دل شاد کردن، یک انسان خرسند کردن خیلی ثواب بزرگ داره. دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی.